با درود بر شما هموطنان، شما آزادمنشان، شما ایرانیان. با درود بر شما عاشقان خاندان پاک ایرانساز پهلوی. وقتی که در مورد خدمات خاندان پاک ایرانساز پهلوی صحبت میشه، معمولا در مورد خدماتی که در روی جاده ها، سدها و راهن سرتاسری انجام شد بسیار صحبت شده، اما خدماتی که در حق زنان ایرانی انجام شد بیشمار بود. برای اولین بار در دوران خاندان پاک ایرانساز پهلوی زنان تونستن به حق رأی دست یابند و به عنوان مساوی با مردان تونستن رأی بدن و سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. برای اولین بار در ایران زنان تونستن حق سرپرستی فرزند و حقوق برابر با مرد رو به دست بیارن. برای اولین بار در ایران تونستن زنان به مقام سفارت و سفیری در سفارتخانه‌های ایران دست یابند. برای اولین بار زنان تونستن در مجلس شورای ملی به عنوان یک وزیر انجام وظیفه کنند. برای اولین بار در ایران زنان تونستن در ارتش به مقام فرماندهی، سرتیپی، سرهنگی برسند. برای اولین بار در ایران تحصیل برای زنان مهیا شده بود به صورت رایگان و حتی اجباری. برای اولین بار سن ازدواج برای دختران در ایران به سن 18 سالگی رسید و این آغازی برای متوقف کردن کودک آزاری و کودک همسری بود. برای اولین بار در ایران زنان حق طلاق رو داشتند. برای اولین بار زنان در ورزشگاه‌ها راه پیدا کردند و به عنوان ورزشکار تونستند مسابقه بدن و توانایی خودشون رو نشون بدن و در مسابقات بین‌المللی تونستن به نام ایران و پرچم ایران شرکت کنند. برای اولین بار ازدواج مجدد برای مردان متوقف شد، اونم فقط به اجازه همسر اجازه داده میشد، اونم در مواقع بسیار به خصوصی که همسر اجازه میداد. اولین بار زنان ایرانی به مقام قضاوت رسیدند و به عنوان قاضی در دادگاه‌های عالی کشور شروع به کار کردند. برای اولین بار زنان در دانشگاه‌ها وارد شدند و تونستند به تحصیل ادامه بدن و بسیاری از خدمات دیگری که خاندان پاک ایرانساز پهلوی در حق زنان انجام دادند. و به همین دلیل است که ما قدردان هستیم، ما زنان ایرانی قدردان هستیم به خاندان پاک ایرانساز پهلوی که زندگی را برای ما میسر کردند که آسانتر زندگی کنیم، راحتتر زندگی کنیم، آزادانه زندگی کنیم، مستقل زندگی کنیم. ما قدردان هستیم و اجازه نخواهیم داد که ما را باری دیگر به قدر ناشناسی بشناسند. روحت شاد رضا شاه، روحت شاد رضا شاه. روحت شاد محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه ایران. زنده باد فرح پهلوی، مادر ایران زمین. زنده باد یاسمین پهلوی، ملکه ایران. زنده باد رضا پهلوی، پادشاه ایران. زنده باد رضا پهلوی، امید ایران. زنده باد رضا پهلوی، منجی ایران. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد. وقت است که بازآیی، وقت است که بازآیی. پاینده باد ایران، پاینده باد شما ایرانیان. جاوید شاه. فقط با جاوید شاه ما می توانیم ایران را باری دیگر نجات بدهیم. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.